به پیرمردی که 60 سال زندگی مشترک داشته ازش میپرسن چجوری اینقدر دووم آوردید؟ گفت بابام قربونت برم، زمان ما اگر چیزی خراب میشد تعمیرش میکردیم، تعویضش نمیکردیم که. این نسل مبتلا شده به آمادگی برای تعویض. همسر جالب نیست، برو یکی دیگه بخر. اینو واقعا تعویض اینو یاد داده دیگه. هیچ انسانی خانه ای را به خاطر چکه کردن آب، به خاطر جیر کردن در، به خاطر سوختن بعضی از چراغ‌های لوست، به خاطر نم کرده و دم کرده و تبله کردن دیوار، به خاطر لغ بودن پایه کمد، به خاطر نمیدونم لغ بودن